خوشحال چنل مستر اومدیم با ویدیو شما بازی. بدون معطلی لایک کامنت سابسکرایب نره بریم برای ویدیو لیتس گو. آقا من دست کارت دارم. ببین اینجا 52 تا کارت داریم درسته. من جلوی چش خودتون یه بول میذارم. نکن میذارم یه بول دیگه هم بذاریم. آقا من 8 تا کارت از رو هم نکن. یه جلوش خود نخون میاد جلوش خود نکن. 1 2 3 4 5 6 7 8 این از 8 کارت من جلوی چش خودتون من باز میکنم. یعنی خودتون بزنم تو باز کنم ببینید این قشنگ شده. من نیمه اون صورت آرام که نمیدی نگاه نکنم درسته. من این کارت رو برمی‌دارم. جدی میفرمایی؟ شما یادداشت کنید قشنگ این کارته میذارمش این رو درسته. این چند تا کارت میذارمش الان قشنگ معلومه که این کارت که شما انتخاب کردید همین چند تای اولی روه. برای همین من یه بورد میخوام اینجا کنم. آقا من نصف کارتا رو میذارم اینور، نصف کارتا رو میذارم اونور. یه کارت بذارید دستم مرتبش کنم. وایسا آقا اینجا یه مرتبه اینجا اینم میاد این دست خودم. این دست کارت دست خودم. یکیشو من میذارم این رو، یکیشو میذارم بغلش. یکی دیگه میذارم روش، یکی دیگه میذارم بغلش. یکی دیگه میذارم روش، یکی دیگه میذارم بغلش. همینجوری تو تر نمیرم. یه کوچولو میرم که شما خسته سر اینجا میرم. به صاف کنم قشنگ. صاف شو بی وجود. این بقیه کارتا میذارم. یکیشو میذارم اینور، یکیشو میذارم اینور. حالا این کارتایی که زیاد بوده رو میذارمش این رو. درسته. الان معلوم نی کارت شما این کجایی بیاد. کن اینجا کجا باشه. نگید دیگه 100%. آقا من بدون شک خودتون میگم توی این کارت حتی تو میگم بذار خب یه ضرب در بیارم. یه ضرب بود. آره یه ضرب در بیارم. آقا ببینم این کارت هم اینجا توی این کارت این هستش. مثلا براتون ببینید این وایس این 5 این تو اینا هستش. چون مطمئنم میگم موبایلم اینجوری میرم. آقا این کارت رو هم میذارمش اینجا. میذارمش اینجا شما ببینیدش. این دسته کارت رو من میدارم. ببینید الان تو این کارت شما کجاست. کارت شما اینی که الان جلوش کنم یعنی کارت خودمونه. کارت شما نشون دادمه. ببینش اینجا. توی این کارت هم نیستش. کارتون شیشه خش بود. درست گفتم. ببین آفرین به خودم. حالا ما برای آموزش این الان تو آموزش هم میگم. فکر آموزش نمیگم. آموزش رو بهتون میگم. ببینید ما که مثلا یه برو عادی می‌زنیم الان. درسته؟ یه برو عادی زدیم. خب حتی این برو زدیم. من اینجا 8 تا کارت از رو برداشتم. 1 2 3 4 5 6 7 8. فرض مثلا من این 4 چیه 4 دله. من این کارتی که برداشتم و گذاشتم توی این دسته کارت. الان این کارت هم بیادش. الان این کارت ما 8مین کارت. نکنید 1 2 3 4 5 6 7 8مین کارت ماست. درسته. من وقتی نصف اینو میارم زمین خب الان توی این زیر کارت ما نیستش. همون روی 8 تا کارت. درسته. من این کارت رو میذارم زیر. یه کارت از این دستی که میذارم این دستی که رو بودش 8 تا کارت بود دست خودم دیگرش میذارم. الان دوباره 8مین کارت اینجاست. یه کارتی که اصلا مهم نیست میذاریمش روی این دسته. اینجا نه. اول روی اولی میاد اینجا رو بشه. اینجا رو بشه. شما اینجا رو بشمارید. نکن این یکش. این مهم نیستش. این دوش. این سهش. این 4مین کارتش کارت جدی میفرمایی؟ درسته. این 4مین کارت اینجا میشه کارت ما. میارم روش. بقیه‌اشو من دیدم که مثلا الکی بقیه‌اش گفتم ولش کن. تو برام مهم نبود. این کارتی که زیاد بوده رو میذارم روش که کارت ما بیاد 4 تای آخر. دیدی که 4می برای ما شد. 4 بیاد 4 آخر. یعنی کن 1 2 3 4مین کارت ماست. منم همینجوری الکی اینو آوردم پایین گفتم تو اینا نیستش. 4 تای آخر رو نگاه کردم. یکون گفتم 1 2 3 این میاد. یعنی کارت ماست.
در آوردمش بیرون. به همین راحتی یه شوهر بازی رو بهتون اینجا دادم. اگه شوهر بازی هم دیگه دوست دارید تو چنل اون آپلود کنیم، حتما تو کامنت برام بنویسید و لایک، کامنت، سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی. خداحافظ.